باز بذار خاطر براتون بگم. یکی از شخصیت‌های شرق آسیا از مسئولین درجه 1 اومده و دیدن من. اومد شروع یه نیم ساعت صحبت کرد. همه حرفش این بود، خلاصه حرفش این بود که آقا ما اوضاع جهان داریم مطالعه میکنیم، داریم میبینیم ایران به سرعت داره تبدیل میشه به یک قدرت بزرگ بلا منازع. ما از الان اومدیم بگیم با شماییم. مثل این خانومایی که صبح میرن زنبیلو میذارن تو صف شیر، این اومده و زنبیلو بذاره که آقا ما هستیم با شماییم، ما مشتری شماییم. تعجب میکنه آدم. بعضیا میان به عنوان سیاستمدار میشینن اوضاع رو آنچنان کجکی تحلیل میکنن، ای وای اینا همه با هم شدن، خطرناکن، الان میان میگیرن، چه خواهد شد. میرفتن میگفتن اینا وارد بشن خونتو میگیرن، پولتو میگیرن، زن و بچه‌تو میگیرن. تو خود نیویورک، همین پارسال که ما رفتیم تو نیویورک، خب یه کاروانی را میندازن، ما که میریم اون حفاظتی که برای ما میذارن خیلی سنگین میگیرن دیگه، به اندازه رئیس جمهور خودشون حفاظت میذارن. 20 تا 30 تا ماشین راه میفته و همه از این ماشینای سیاه، برای که وحشت بندازه تو دل مردم. ماشینای جالب بود، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا از اون سازمان ملت بریم به اون محله. 2 3 تا چهارراه خیابون رد میکنیم، معمولا نزدیکه. این مردم وای میسن کنار خیابون، همون مردم همونجا اینطوری نگاه میکنن تو این ماشینا تا پیدا میکنن مثلا یه ثانیه چششون میافته به ما. من تو همون یه ثانیه اینجوری میکنن همطوری. بعد برای اینکه اینو اثبات بکنه یه دختر بچه 2 3 ساله‌ای تو بغل دوستش بود، گفت بیارش جلو، بیار جلو. منو نشون داد، گفت این کیه؟ این کیه؟ اصلا زبون اونا اسپانیولی، اصلا بچه نگاه کرد من گفت این محموده، این محموده.